با پیراهی تلاش و تکاپوهای انسان نیک‌قدم باز افراد دیگر نیز گام می‌نهد، از آن می‌آموزد و پیرو کار نیکی او می‌گردد. خصلت و اطوار هم تغییر می‌یابد و در زندگی نقش و منزلت خویش را آهسته آهسته پیدا می‌نماید. از همون خوردی گوشتین‌های رسول باقی را در چقدر در بازی‌های المپی در 2008 در پکین برآمد کرد. من بسیار گوشتین‌های او را تماشا می‌کردم. از همون وقت من در پیش خود مقصد آرزو موندم که باید من هم به مثل همین رسول باقی در همین بازی‌های المپی مقصد اشتراک کنم و پرچم دولت عزیزم را بلند بردارم. محبت گوشتین در نهاد مهرزاد صوفیوف از ذوق بلند گوشتینگیری برادرش مهراج منشأ گرفت. من وقتی خردسال بودم در صنف یکم می‌خواندم. برادر من تحت راهبری اودینایف مهراب جان استاد شادروان تمرین می‌کردند. من با همراهی برادرم مهراج‌الدین صوفیوف با همراهی او با تماشای مشق‌های او می‌رفتم و همین سبب شد که من در همین گوشتین نیز جدا شوق من زیاد گشت. در میده‌کشی مشق راهی می‌کردیم، مشق می‌کردیم مکتب در زلای میده و همون میده‌کش وای بود، شوخ بود، بازی می‌کرد هم و یا همون وقت امیدوار بودیم که خدا خواهد آیندگم سپرسمن نقض میشه. نومیدگی فرزند برای پدر و مادر و خلق وطن خدمت کردن. مهرزاد تحصیل را در همین دبستان شروع کرد. برابر صیقل یافتن دانش و خوانش، هنر پهلوانیش نیز از روستای کوچک رشد یافت. دو و تاز آوان کودکی در صحن حولی مکتب نیزه‌های دوره اول کودکی را به میان می آورد. از همین جهت اراده مهرزاد نسبت به همسنفانش فرق کننده بود. از صنف یکی تا صنف 11 ما با این پهلوان یکی صوفی مهرزاد درس خواندگیم، در هم سبق بودیم که در درس ها هم خیلی مهارت خوب داشت. درس ملکه ساز درس جواب میداد. مسیر ناهموار میدان برای نورس بی تجربه کوهگران را میمون که طی نمودنش را کسی هم گمان نداشت. این بود که در بسط اول مشق‌ها مهرزاد آسیب جدی دیده چند ماه از آموزش تمرین دور ماند. من در صنف یکم می‌خواندم و استاد مرا گفتن که با فرزندی من قوزمایی می‌نمایی. من گفتم بله استاد. بعد استاد هر ما رو قوزمایی نمودن. من یگان روز اول بود که با تالار به روی تتمی برآمدم و من با اون همصنف خود قوزه نمودم. دستی من آسه برداشت، لط برداشت، دستی من شکست و من آمدم پدرم را به بیمارخانه بردن، دستم را توبت کردم و همون وقت در دل من برنامه گوشتین من در پیش خود آرزو موندم که باید
من اول خودم را تبابت میکنم و بعد مقصد مشق و تمرین میکنم و باید من خودم را باید نشان دهم. تالاری تنگ و تار و جای ناراحت مشغولیت‌های نورسان ذوقمند شوق و رغبت دلباختگان گوشتین را دور کردن نمیتوانست. مهرزاد به تمرین می آمد و جرأتش را قوی میکرد که با نفران اندک با استعداد نیرو سنجد، چون که آن آرزویی را که در دل می پرورید بدون رقابت افراد صاحب کسب عملی گشتنش امکان ناپذیر بود. روز اولی با این تالار آمدنش با یک جهد و کوشش‌های بی اندازه وارد این تالار گردید و تا درجه چمپیون جهان در نمود گوشتین قزاقی رسید. مربیان من اول آدینوف، مهراب جان، الخضور، رسولوف بودند که مرا از خردی و تمرین تیار نمودند. اون وقت شرایط اینقدر خوب نبود. بر ضمن اون هم من در دلم خیلی شفق زیاد داشتم و پدرم خیلی مرا دستگیری میکردن، میگفتن که فرزندم مشق کنی، یوش هستی، انشالله در آینده همش خوب میشود و من را بسیار پدرم دستگیری مینمودن. از همون وقتی خردسالیم همه وقت در پهلوی من بودن. پدرم در وقتای جوانی ما را مشق میکردیم، بعد همون وقتا در سامبو و زیودو هم خیلی چیزا گوشتینگای تاجیکی میگرفتیم. من که یک مسابقه ها میرفتیم، خب بسیارتر مغلوب میشدیم. یک وقتهای هم بود که در اولسنای در این خیلا گرفتیم، جاهای دویم هم اشغال کرده بودیم، نه که تا این درجه ها وای نبودیم. حواس آرزوهایی داشتیم که یکم پسرا کلان شد، یکم داشت همه خیلی پهلوان شد و گوشتینگیر شود. مهرزاد چنده در تالار ورزشی زرافشان سرگرم مشق‌های مربیان جوان ناحیه جبار رسولوف گردید. دایره آموزش پهلوان آینده کشور در روستای زرافشان محدود شد. مربی درک می‌نمود که برای چنین افراد دارای استعداد طبیعی داشته مشق‌های مشترک معاصر لازم است. بنابراین بیشتر جوانان را سفربر می‌نمود که در روزهای علاهیده مجموع عمل‌ها او را همراهی نمایند. مرزاد صوفیف وقتی مکتب نورسیش، وقتی مکتب بچهش در این تالار مکتب ورزشی زرافشان تمرین میکرد، خیلی فهمش حسیاتش با گوشتینگ زودا و شوق و ذوق بسیار داشت. در گوشتینگ زودا خیلی شوقمند بود. پیش از همه خواهش داشت، خواهش با نمود گوشتینگ زودا داشت که هر یک شخص خواهش داشته باشد اول بعد او میشود. پیش از همه خواهش داشت و خیلی چالاک بود، چخان بود. ما دیدیم چالاک و چخان است و تیز. وقتی که ما با اون وظیفه گذار می‌کردیم تیز از خود میکرد، ذهن تیز داشت، حرکت های تیز داشت. از همین حساب ما او را دیدیم میشد در این جاده و با او دستگیری کردیم و استاد کردیم. اوج مهارت و افضلی ذهن ذکی او را مجبور ساخت که به شهر دوشنبه آید. در دوشنبه امکانات‌های فراخ آموزش و تکمیل مهارت گوشتینگیری مهرزاد صوفیوف زیاد شد. مربی گوشتین جودا رزق‌الدین رجموف اطمینانش را قوی نمود که این بچه 18 ساله زحمت پیشه قدرت تحمل نمودن مشکلات بالای گلیم را دارا می باشد. ذکر که استاد ببینه یک بار همینجا مسابقه ما اشتراک نموید، خیلی بچه‌ها کی باشن کسی نباشن گیرین بیاین. بعد همون حسین ذکر استاد یک توجهتون همین شاگردی من بکنین خیلی مایلی وقت نمیدونم وزن 46 یا 50 بود دیگه فهم خیلی وزن سبک بودند. نه همونجا قهرمان شد. همونجا پدرش هم دیگه که همین پهلوان ما شما میبریم. ماش نزد شما روی میکنیم.
دل جان قطعی بود. یعنی مکتب رو تمام کردم با تاجیکستان با دوشنبه با تحصیل و مکتب با نام جهان پهلوان سیم راهیم داخل شدم. همون وقت مستقر کردیم کار. گیرودار هر یک روز مشق درسی الهیده جوانمردی و صیقل یافتن فتوت مهرزاد صوفیوف در بین همسالانش بود. میدانست که از صاحب استعدادها دوری جستن تهدید شهد کامیابی ها را زیاد میکند و اعتراض یار و دوست و نزدیکان را هم به بی‌حوصلگی او می افزاید. من در چمپیون تاجیکستان بین جوانان چمپیون تاجیکستان گردیده بودم، هم در سامبو هم در جودو هم در گشتین ملی و این مسابقه از نمود گشتین جودو بود. من از چیزی خودم اختصاص من گشتین جودو است. من خیلی گشتین جودو را از همون خوردی دوست می داشتم و می خواستم که در همین گشتین جودو در این بازی المپیک اشتراک کنم. آرزوی من همین بود. 55-60 کیلو سر کردیم. 5 جوان قهرمان شد. بعد جایزه‌دار جمهوری شد. بعد بین کلانسولو شهر را برید جودو. بعد از وی تا حاضر چی مسابقه که همه بین کلانسولو بود فقط فینال دهید. اولین قدمی که صوفیوف بیرون از تاجیکستان نهاد این مسابقه بین المللی شهر بیشکک قرقیزستان بود. هیجان و تشویش، احساس و مسئولیت بلند و نشان دادن مهارتش مانع ایجاد میکرد. اما جوان صاحب ذوق اعتمادش بالا گشته پیرهه مشکل را در مرحله انتخاب هنر خود گذشت و با سرفرازی بالای سفره فخری مسابقات برآمد. استاد در همون سال 2017 در ماه دکبر بود، ما به شهر بیشکک با کوبوکی خانماناس بر آنجا سفربر شدیم و در آنجا من در وزن 60 کیلوگرم برآمد کردم. من در آنجا با یک باخت و با 5 پیروزی سزاوار جای سوم گشتم و این هم خیلی مسابقه خاطرمان است که من در آنجا با همراهی استاد رجب رستین خیلی آمادگی خوب داشتیم و در آنجا خیلی مهنت کردم و سزاوار مدال سوم گشتم در آن مسابقه. مشکلی بود لیکن برطرف شد، یعنی که از کار مهنت. یعنی بعد خشم مرزاد بسیار بچه پرطاقته و گپ گوش کنه، خوب گوش میکنه، احساس میکنه گفته که گپی مربی کلانسولا با تربیت. سال 2017 سگانه بهترین جمهوری را به هیئت منتخب کورش مملکت دعوت نمودند. افتخارمندانه مهرزاد صوفیوف از شمال نفرانی گردید که تاجیکستان را در میان 35 کشور اشتراک داشته بازی‌های انشاءات بالاپوشیده آسیایی در جمهوری ترکمنستان معرفی کند. موصوف نمونه بودن خود را در میان مدعیان وزن 60 کیلو ثابت نمود. با استثنای یک رقابت دیگر در همه سبقت‌های انفرادی ظفر یافت. دومین مسابقه من بازی آسیایی که وی هم در سال 2017 در جمهوری ترکمنستان شهر اشخاباد برگزار گردیده بود. من در آنجا در نمود گشتین کرش اشتراک کردم و در آنجا هم خیلی که میدانه در آنجا هم سزاوار جای سوم گشتم و اون مسابقه هم خیلی در سطح بلند بازی آسیایی بود، خیلی در سطح بلند گذرانده شد. در آنجا ما خیلی برآمد خوب کردیم و سزاوار جای سوم گردیده بودم در آن مسابقه. بعد رنگین شدن صحافات ورزشی مجرای راه آموزش گشتین مشکل شد. صمیمیت وطنداری، احساس خودشناسی و درک ماهیت مقدسات ملی جنبه‌های الهیده خود را داشت که در این جاده مهرزاد صوفیوف محبتش اوج تازه می‌گرفت. می‌آموخت و تلاش می‌کرد که بهر بیکران گشتین جودا را عبور نماید و با موفقانه به ساحل
мурод расад. بسیار من یاد ندارم اگر حساب کنم نمیتونم حساب کرده آخه بین نوراستان بین جوانان هم در اوسیا تو بود که تو سیمم شده بود تو پنجم شد بین جوانان بعد در اوپن اروپا بو جو گرفته بعد چیز به اوپن آسیا با قهرمان شد یعنی که بسیار جایزش از جودو اینا بعد یاد دارم با گرانسلام وای رفته بودیم یکاترینبورگ رفته بودیم راستی سمیتوف دا یک نسخه آخری بوی داده بود چکل روسا میگن دستاینا برای سوام سربلندانا بسیار گوشتی خوب گرفت با سمیتوف که همون شب روز سمیتوف حاضرم فکر میگم اگر یکم نباشه سیمی جوان است همون شب روز قهرمان جوان شدگی بود سمیتوف راهی با افتخار جدا راه شرف و شان مهرزاد صوفیوف گردید و دیگر باره احساس مسئولیت را درک کرد و فهمید که لحظه فارغ از تمرین از دست دادن گرانترین مظفریت میدانهای با شکوه می باشد. از این خاطر از مشورت مربی رزق‌الدین رجبوف دور نبود و همواره جهد می نمود تا در میان بهترین های جمهوری باقی ماند. موجودیتش در هیئت منتخب آبرو و نفوذ شایسته ورزشگر محسوب می یابد. برای من یک قوه جسمانی داد که من باز مشق‌های خود را زیادتر نمایم و به دیگر مسابقه‌ها باز تیاری بینم. جمهوری چین شهر تایپه چمپیونات آسیا اقیانوسیا برگزار گردید، بر آنجا سفربر شدیم. من در آنجا با سیم حریفی من با پهلوان کره بود که من با اون در وقتی 6 منوت گلدن اسکور یعنی وقتی طلایی میگویند با زبان تاجیکی با او قوزمایی نمودم و اون را با یک وزری غالب گردیدم. پهلوانی که از جمهوری کره بود با اون قوزمایی نمودم و من کمی مشکل بود، من قوه جسمانی خود را از دست دادم و همین طور من برای به فینال برآمدن باختم و برای سیم هم از پهلوان مغولستانی یک وزر آن را پرتاب کردم اما داوران بهای مرا نگذاشتند و در وقتی طلایی وقتی اول بود که من را با یک وزری شکست داد. من در آن چمپیونات اقیانوسیا سزاوار جای پنجم گردیدم و من رو افتاده نشدم. من برعکس آمدم گفتم در پیش خود مقصد داشتم که من باید تمرین کنم و باز در سال آینده نیز باز چمپیونات آسیا می شود. من بر آنجا در سال آینده باز جدی‌تر تیاری بینم و پرچم عزیزم را بلند بردارم. گیروددار زیادی را در تمرین ها پشت سر کرد و برای مسابقه جام آسیا آمادگی دید. برخی از مشکلات موجوده در تمرین های آخرین به میان آمدند، اما روحیه جوان قوی پیکر را در جاده تکمیل دادن ملکه شکسته نتوانستند. او به شهر ایسیکولی قرقیزستان سفر نمود و مقصد و هدف نهایی خویش را با نیرو و متانت استوار جامعه عمل پوشانید. در آنجا من با 5 حریف خود دست بالا گردیده قهرمان جام آسیا در سال 2019 شدم و خیلی میدانه سرود ملی و پرچم جمهوری تاجیکستان در آنجا بلند برداشته شد. من خیلی برای خود یک قوه جسمانی برای خود گرفتم. صحیفه ورزشی من از همانجا خیلی سرچشمه بزرگ گرفت. من خیلی از آنجا روحاً جسمانی یک قوه گرفتم که باز برای خود باز دستاوردهای از این هم بهتر به دست بیارم. ورزشگر باید که پرتمکین باشد، ورزشگر باید که آدابش جابجا باشد، ورزشگر باید که دستگیر بیچارگان باشد. ورزشگر این است پهلوانی. در بالای این همه جمع شده آمده این قهرمانی هایی که نشان می‌دهد، این در حقیقت نشان می‌دهد که صوفی مهرزاد این خصلت ها را دارد و ورزشگری حقانی من به حسابم این ورزشگر را.
соли 2019 мусобиқаи байналмилалии ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҷудо дар шаҳри хуҷанд доир шуд. барои меҳрзод софиёв таконе ба вуҷуд омад ки роҳи давраи интихоби беҳтаринҳоро тай намояд. аз миёни муддаиёни зиёди вазни 60 килограмм ҳайати сегонаи мунтахаби кишварро пурра намуд ва ҳаққи муборизаро дар мусобиқоти байналмилалӣ пайдо кард. инҷо қудрату тавони варзишгари ӯзбекистонӣ воқеан беҳтар буд. در آنجا در وزن 60 کیلوگرم با 5 حریف خود قوزمایی نموده، با 3 حریف هم از جمهوری ازبکستان بودن. آنها را با حساب ایپون و زر آنها را مغلوب ساختم و به فینال راه یافتم. خیلی که میدونین در فینال من با پهلوان از ازبکستان قوزمایی نمودم. در فینال با باخت روبرو شدم. کمی از حساب جسمانی حریف من پرقوتر بود و من را با حساب ایپون مغلوب ساخت. بسیار حریفای خوب گذشته با حریف ازبک برخورد. همون یک خطاگی که همون ازبک است گوشتینش هم 4 تا گوشتین گرفتگیش. هم افسوس که من وای نداشتم، یعنی که من در هیئت دوارون در سرکوتیب بودم. من حق پیش این رفتم فهموندن نداشتم که فهمونم که همین طرح همین قرار همین نکنم میشه بریده. فقط یک بند داره، میتید هم بنده مجبوری پوت میمونی پیش پایم میته میغلطونه. یک بند قطعی همون ازبک باشی هم را برید. زمینه جهانی شدن گوشتین ملی به مانند دیگر ورزش‌های معمول دنیا اوج تازه گرفت. در مملکت مسابقات سطح بین الخلقی دایر شد و این یک نوع واسطه رشد ورزش‌های باستانی را هم به میان آورد. مهرزاد صوفیوف از دوره‌های انتخابی ولایتی راحت سیومین مسابقه بین المللی گوشتین ملی را به دست آورد و در 4 رقابت دیدنی وزن خویش افضلی و مکانات والای گوشتینگیری را نشان داد. در گیلمی رقم 2 دعوت کرده می شود. مالیات نصیب نماینده جمهوری تاجیکستان مهرزاد صوفیوف. با 4 حریف خود دست بالا کردم من در آنجا. حریف اولی من از جمهوری تاجیکستان بود. من آن را با حساب ایپون مغلوب ساختم و با حریف دوم از جمهوری قزاقستان بود که من آن را با حساب ایپون مغلوب ساختم، با حساب حلال، یعنی در گوشتنگی ملی حلال میگویند. و باز از پهلوانی ازبکستان بود که من آن را با یک تاکتیکای عکس العمل یک پرتاب خیلی خوب کردم و برای به فینال برآمدن با پهلوان از جمهوری تاجیکستان خیراندیش مرازا بود که برای به فینال برآمدن با آن قوزمایی نمودم و آن را در وقت آخر با پرتاب حلال مغلوب ساخته و به فینال راه یافتم. خیلی که میدونین در فینال شاه جایزه افتماشینه بود. من خیلی حرکت کردم و کوشش کردم و در فینال با باخت روبرو شدم. اینجا با همون خطا با همون پرتاب که مسلم بک کرد، همون دو دست اوسین طرف چپ همین نمیکنه. فهموندن اجرا نکرد. عیبی کی میشه؟ ورزش خود ارزش میشه، عیب دیگه کسی نمیشه. شیرینی ورزش در همینه، باخت و برد. فاصله میان مسابقه های گوناگون بیرون از کشور محدود شد. زود به میدان برآمدن مهرزاد صوفیوف تقاضای دیگر داشت. او میخواست مهارت خود را رونق دهد و با نفران سزاوار نیرو سنجد و نبرد پهلوانان مشهور سیاره را هم با هنر خود قیاس نماید. در سرگاه مظفریت‌های گوشتین کورش که قرار داشت، گمان میکرد که بعد اینقدر توجه مردم خطا کردن به احترامی است.
ҳақ ҷониби уст. میتواند بسیار آدمی که سال حسیاتش به همین سپورت کرد و مشق کند، باور دارم به شرطی که همین یک وظیفه گذارد و مشق کند و همین راه قپد. سالهای ما شرایط سال وایتر بود، وزنینتر بود. با وقتی خدا بشکر ما کلانتر شدیم و سال مهنت کردیم و سال با وای مسئله کارو هم ناست با ما فقط همین پسرچه در راه سپار گفتیم همین فقط مشق کن. بینید که بعد یک سال و 2 ماه با میدان گوشتی نبر آمدن باز در واخری فینالی های این چه نشون میده؟ کسبیت نشون میده، مهارت نشون میده. اگر آدم که کم ملت برداشته باشن البته با واخری فینالی نه یکم دوم واخری بوی میتین. چمپیونات جهان اومد به گوشتنی قزاقی که در شهر استانه دولت قزاقستان شده گذشت که من محض در اونجا به حیث داور کاربری میکردم. خودش عیان داد که مهارت مهرزاد صوفیوف خیلی به درجه عالیش سیقل داده شده است. رویداد شایسته ورزشی در حیات قهرمان نمایش ما جایزه عالی چمپیونات جهان قزاق کورش می باشد. مهرزاد این دستاورد را از زادگاه ورزش سنتی مردم قزاقستان صاحب شد. جهت تفاوت و برتری دیگرش آن بود که پهلوان ما در دور نهایی صاحب میدان را دچار ناکامی کرد. از همین خاطر تنتنه استقبال نیز شهامت پیدا کرد و اطمینان مردم هم به سزاوار بودن چهره نمایان ورزش میهن قوی‌تر گردید. این هم خیلی گوشتنی خاطرمان من است. من در دور اول با پهلوان از جمهوری کردستان بود که و در نمود گوشتنی سامبو چمپیون جهان و چمپیون اروپا بود. من آن را در وقتهای آخر بود که آن را با پرتافت ایپون آن را مغلوب ساختم. 4 واخری یکم واخری با گرجی قهرمان جهان سامبو، دوم با منگو جایزه دار، سوم با آذربایجان قهرمان جهان سامبو و واخری فینالی با وطندار روسیه باشه نمیشتم تو چند روزه قزاق. یعنی که در همین 4 واخری همه واخری پیش از مهلت وقت غالب اومد. یعنی که با پرتافت 2 پهلو حلال فقط که آذربایجان رو حلال، یعنی که با پرتافت حلال چیکار که اون ترجمه یا که زبان ژاپنی ایپون یک خال نداد به حتی یک آگاهی نگرفت. این دلالت از آن دارد که در حقیقت مهرزاد به ترمیم داده شده است، از حریفان می هراسد، در زیر تربیت مربیان با مهارت، یعنی که مهارت خود را سیقل داده ایستاده است. این بهترین چیزی است که برای وطن و خدمتگران این کار هزل نیست. این خدای سوال رساند با یکم بار دیگر رود، ما میبینید که با دیگه میشه، با اون بیرم میرد میبیاد، با این بیاد میرد میبیاد، با مقصد میشه.
عمری بردوام و با برکت انسان از حرمت و احترام پدر و مادر، استاد و انسان‌های روزگار دیده منشأ می‌گیرد. مهرزاد نیز این را خوب درک نموده برابری به تاجیکستان آمدنش به خود مقصد گذاشت که اولاً به عیادت نخستین استادش رود، زیرا زمان خردسالی‌اش وعده داده بود که روزی فرا می‌رسد و من جایزه ارزنده خود را از مسابقات سطح جهانی به استاد مهربانم هدیه میکنم و با وعده‌اش نیز وفا کرد. تو تا حال فرزند من و فرزند والدینت بودی. حالا باشد با این قهرمانی که کردی و سر تمام ملت تاجیک را بلند برداشتی و ملت تاجیک را در عرصه بین الخلقی معرفی کردی و باعث بلند برداشتن پرچم تاجیک گشتی، من با تو و با قهرمانی تو و با نبرد تو افتخار میکنم و خیلی شاد هستم که تو با مانند جمشید شاه و مانند شاهروز به یادات من آمدی. من از شاگردان خود بسیار خرسندم که قدر مهنت مرا سپاس کرده به یادات من می بیایند. امروز تو هم به سیمخانه خود به جایی که تو باری اول سال 2006 قدم تشریف کردی و من تو را با مهر و محبت قبول کردم و به همین سیمخانه نشسته طالب علم صنف من گشتی، به فکرم یاد کرده آمدی. من حاضر میخواهم که تو در همون میز و کرسی که باری اول نشستی باشینی و من از چهره نورانی تو خرسند شده لذت برم. مهرزاد جون، تو یکی از شاگردان بهترینم بودی. تو همیشه دلی مرا میافتی با جسارتناکیت، با دوراندیشیت، با حاضر جوابیت، با مردانگیت. من در تو دایم حسی و تندرستی را حس میکردم. انا بین همون حس بود، همون خصلت های نیک تو بود که تو امروز به این مرتبه بلند رسیدی. تو همیشه مرا احترام میکردی. یاد دارم باره در عید مادران 8 مارس تو با من وای همون گلی پشتی رو 2007 در ماه مارس که صنف یکم بودی برداشته اومدی و تا حال وای برای من عزیز است و برای سیمخانه هم، یعنی که آرادهنده سیمخانه من است. من دعا میکنم که همیشه تو همه خیلی سربلند، سخی، نیکنام و در همین عرصه ورزش باشد همیشه پرواز بلند را داشته باشی. عین زمان مهرزاد صوفیوف در برابر تمرین خویش به شاگردانش درس فتوت و جوانمردی می‌آموزد. شماره مشق ورزان در دهات زرافشان بیشتر می‌شوند، چون که لفظ شیرین و قابلیت خوبی مربیگی مهرزاد و نورسان بیشتر پسند است. ما کوشش میکنیم که با مثل صوفیه مهرزاد در مسابقه های بین المللی صاحبی مدال گردیم. ما مشق‌های امروزه را خوب آموختیم. مشق‌های دست جمعانه خیلی زیبا میگذارند. برزمی هم خودم تمرین میکنم و باز میخوام که جوانان را به ورزش، باز همین نورسان را بیشتر میخوام که آنها را به ورزش جلب نمایم و
و به مسابقه های و جمهوری و بین المللی و خیلی که میدونین از همه مهم در این ورزش بازی های المپی است. میخوام که اول خودی من بر همون بازی های المپیکی در 2024 در فرانسه برگزار میگردد میخوام که بر اونجا آماده شوم و در آینده باز میخوام که همین شاگردهای خود را همین خیلی به بازی های المپی چمپیونات جهان آسیا تمرین دهم. مردان صوفیف واقعا پهلوان است که افتخار همه تاجیکستانیان هست، خصوصا افتخار ولایت سوق می باشد. او واقعا مشق و تمرین های خوب می نماید و چندین شاگرد های خوب هم دارد و آینده نقشه دارد که در مسابقه های گران پری گران سلام اشتراک نموده افتخار مردم تاجیکستان باشد. برای آنها می گفت که شما آینده باید با افتخار ما باشید، آینده شما پرچم برداری ملت تاجیک باشید. همه جوان کودکان را برای خوب مشق تمرین کردن جلب می نمود و سخنهای خوب می گفت، آنها را هوسمند می کرد که تا همه وقت برای زل آمده مشق تمرین های خوب کنند. او به دل پهلوانان آینده کشور با صمیمیت وطنداری، احساس خودشناسی و شفقت استادانه خود جای گرفته عزم آن را دارد که آنها را برای درست انسانی، حمایه ارزش‌های بزرگ ملی، مرز و بوم کشور، معرفی وطن محبوبمان پیوسته تلقین نماید. راه شرف و ناموس و قدرشناسی مهن و ملت حدود ندارد. مهرزاد صوفیوف را نقشه های زیاد در پیش است. اطمینانش قوی است که با اراده متین و روحیه شکست ناپذیر در جاده انتخاب نمودهش آینده نزدیک کامیاب می شود. هدف یگانه ایمان بازی المپیایی که همین پهلوان و بازی المپی را خط گرفته و در بازی المپی اشتراک کنند. کسی که تحمل دارد، کسی که صبر و طاقت دارد به این درجه ها میرسد. مهرزاد همچون در وزن خصوصا من در وزن 60 کیلو یکم نمره میبینم. امید میکنیم که مهرزاد صوفیف در شهر دوشنبه که اولین بار گران پری میشود در آنجا اشتراک کرده مدال طلا را گیرد. ورزش یکم درجه عقل رو بازی نه، دوم درجه مهنت و عرق جبینه که در زل مشق تمرین میکنید طلب میکنند. هر یک ورزشگر باید از صدق دل مشق و تمرین کند به همه آرزویش میرسد. آرزوی من همین است که من میخواهم که در همین 2024 که بازی المپی در پری در فرانسه برگزار میگردد در آنجا اشتراک کنم و پرچم دولت عزیزمان را بلند بردارم. من دعا میکنم که همیشه تو همه خیلی سربلند، صحیح، نیکنام و در همین عرصه ورزش باشد همیشه پرواز بلند را داشته باشی. از مشکلی مشق نهراسند، فقط مشق کنند. خدا خواهد مشق کردند به یگان قله های بلند میرسند.